پنج تا جوون، پنج تا جوون چی؟ پنج تا جوون چی؟ پنج تا جوون خلاق. شما با همین؟ بیای. شما هم اومدی از اون پشت یواشکی. بیا بیا تو این شلوغی اینم اومد. بریم اونجا، بریم اونجا. کجا میریم؟ بریم اونجا. خب یه میکروفون استفاده میکنی؟ خیلی موضوع جدیه ها، خیلی جدیه. بیایم اینورتر رو به مردم. بله یه وقت کوچولو میدم راجع به بحران آب یک شعار بساز و بگو. بخوای بگی؟ آب نباشه زندگی هم نیستش. آب نباشه زندگی هم نیست. بله. آماده ای؟ احساس میکنم که زندگی با تازگیش قشنگه. وقتی هم آب نباشه یه جا تازگی نداره، پس قشنگی نداریم که داشته باشیم. این رمان بود. یه شعار. آب رو هدر ندهی. این که هست بیرون. هدر آب بد است. هدر آب بد است. آماده نیستی؟ شعاراتون ممکنه ثبت شه، خیلی جدیه. بدون آب نمیتونم زندگی کنم، میمیرم. یه شعار دیگه هم داره دیگه. چه خوشحال میمیره. بدون آب نمیتونم زندگی کنم، میمیرم. حاضرین؟ آب مساوی با زندگی. خیلی فشار روتونه. دیگه چی؟ چقدر بی تفاوتی. یه چیزی به ذهنم نمیرسه آخه. ذخایر آب کمتر از اون چیزی که فکر میکنید. شعار دیگه. ذخایر آب کمتر از اون چیزیه که فکر میکنی؟ نه؟ بله. ذخایر آب کمتر از اون چیزی است که فکر میکنید. آب هست ولی کم هست دیگه، یه جور دیگه. یه بار دیگه بگین چی گفتین؟ میخوام انتخاب کنیم. آب نباشه زندگی هم نیستش. با صدای تاثیرگذار بگین، شعار اجرا کنین این شعار. آب نباشه زندگی وجود نداره و همه هستی نابود میشه. الان تاثیرگذار بگو. من شعار قبلی یادم فقط مونده، یه دونه جدید بگم. چقدر از چقدر از عمق وجود و عمیق بوده و راجعش فکر کرده که یادش رفت. 17 ثانیه پیش گفت. واقعا یادت رفت؟ استرس صحنه شما آقای مدیری تاثیر میذاره. استرس من تاثیر میذاره؟ چی گفت؟ هدر دادن آب بد است. اگه یادته سریع بگو. هدر دادن آب بد است. تاثیرگذار بگم؟ نه همون. ذخایر آب کمتر از اون چیزی که فکر میکنید. میکنید. بله. همون آقا نمیشه عوض. همونو بگو. این کلا خوشحاله. یعنی آب داره تموم میشه، کلا خوشحاله. همونو بگو. نه آقا گریه میکنه. نه همونو بگو. بدون آب میمیرم. آب مساوی با زندگی و حیات دیگه. حیات هم بهش اضافه کردی الان فکر کردی یه حیات گذاشتی تش. آب مساوی با زندگی و حیات. کسایی که معتقدن این شعار ایشون بهتره دستشون رو بلند کنن. خسته نباشی. ایشون خب ایشون
بی خودی برنده شد. چی بود؟ چی بود؟ آب نباشه میمیری؟ ها 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 ها. اینو گفت و همجوری شوخی خنده یه تبلت برد و آره خسته نباشی. قربون شما. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. شما رفیقین با هم؟ رفیقین؟ بعداً بهش بگین. آها این صبر کن. این همونه که از اونجا یواشکی اومد خودشو انداخت لای اینا. تبلت هم برد. ای بهتره که خیلی ممنون.